در آمریکا زندگی کردن واقعا دشوار است. تمام روز باید کار کنیم. این کار کردن ها ذهن انسان بسیار خسته می سازه و چای وطنی به یاد آدم می آید که تمام خستگی ها را رفع می کنه. باز چرا خسته هستی؟ والا کار کردنم در امریکا که خسته کنه بخی سردرد شد. تشویش نکن لالا. چطور؟ ببین خوشبختانه در این اواخر در کالیفرنیای آمریکا چای دو خواهر به بازار عرضه شده که میتونه یادهای وطنی را تازه کنه و کاملا طبیعی است. هی لالا ولی چای دو خواهر آوردم که در امریکا نو آمده. خیلی یک چای عالی است. ما نوشیدم مزه‌دار است. این چای چی شد؟ لالا ولی بیشتر خوردی؟ خب آه بعد چطور یک کیف کرده گلاس زمان بر ما. بسیار یک چای عالی واقعا. نوش جان نوش جان. شما می توانید در تمام سوپرمارکت های کالیفرنیا چای سبز دو خواهر را به دست بیاورید.